3 تا از تنظیمات مخفی که با این کار بدون هیچ برنامه‌ای سرعت گوشیتون میره بالا. با من همراه باشید. تنظیمات اول، وارد سیتینگ گوشیمون میشیم، اسکرول میکنیم میایم پایین، گزینه جنرال رو میزنیم، میایم پایین و بک‌گراند رو انتخاب میکنیم. گزینه اول همون بک‌گراند رو میزنیم و دکمه آف رو میزنیم. این کار باعث میشه که برنامه‌ها تو پس زمینه جلوی سرعت گوشی رو نگیرن. تنظیمات بعدی که باید انجام بدیم کم کردن انیمیشن ها هستش. وارد ستینگ ها میشیم، رو اسیسیبیلیتی میزنیم، گزینه موشن رو انتخاب میکنیم. تو این صفحه گزینه اول باید خاموش باشه. وقتی انیمیشن کمتر میشه گوشیتون خیلی سریعتر میشه. تنظیم آخر محدود کردن اعلان‌های غیر ضروری هستش. برای این کار وارد ستینگمون میشیم، اسکرول میکنیم میایم پایین، نوتیفیکیشن رو میزنیم، گزینه اول. میتونیم گزینه رو روشن بکنیم یا اینکه این گزینه خاموش باشه. برگردیم به عقب، هر کدوم از برنامه‌هایی که نمیخوایم اعلاناش بیاد رو انتخاب بکنیم. یه برنامه به عنوان مثلا چت جی پی تی، گزینه اول رو خاموش میکنه. یا حتی مثلا مثل کپکات، این گزینه هم خاموش میکنیم. این کار باعث میشه که اعلانهای غیر ضروری هر برنامه‌ای که انتخاب کردیم دیگه برامون نیادش. اعلانهای زیاد هم سرعت گوشی رو کم میکنن، همین که باتریتون رو ضعیف میکنن و شارژتون زود تموم میشه. با همین 3 تنظیم ساده گوشیتو سبکتر و سریعتر بکن. خیلی راحت، بدون هیچ برنامه‌ای. اگه از این مدل برنامه‌ها و آموزش‌ها به کارت میاد حتما لایک کن و سابسکرایب کن.